چی گپ شد؟ من رفته بینم. جناب شما خوبه؟ برو گذارید آرا براره تسر براره. چرا جناب؟ نمیبینی جسد کپ کلان رو نمیبینی؟ این چه خیلی به اینجا آمده است جناب؟ به اخوا این سوال را من باید به شما دهم. از کجا دانم؟ برارید این را برارید. اطاعت جناب. استید یک دقیقه همونجا مونید. یک از هم باید این رسالت را بیند. فیغانش همه جا را فرا گرفت ثابت. ممکن تگش را هم تر کرده باشد. او را دیوانه میکنم ثابت، دیوانه. از مردن هم بدتر میشود انشاءالله. جنی میشود، جنی. کام کردیم. بعد از این داند که در پس سرش نفس میکشیم. داند که از این پس آرامی ندارد. صبر کن ثابت. الان نو سر کردیم. قصاص پدرم را آهسته آهسته میستانم. به خانه هم در آمدند. بس نبود که تا خانه خوابم در آمدند. باز با یک جسد. آرام شوید جناب. چی خیلی آرام شوم؟ اگر مرا میکشتن چی؟ یا در آمده بخی میکردن چی؟ کسی که کرده از در حال یابید. وگرنه من به شما این دنیا رو تنگ میکنم. چی حیران ایستاده؟ ثابت کابت کی به خانه در آمده است؟ یابید. اطاعت جناب. وضعیت بد نشده باید رویم. حاضر همه‌شان در آنجا جمع میشوند. میرویم. چی خبر؟ جناب یک ماشین با سرعت از اینجا رفت. 2 نفر ما رو پراندند. آنها رو یابید و پلیس مالیس آواره نشوید. 2 جسد دیگر رو از بخچه یافتیم. همینش نمیرسید. جناب خیلی متاسفم. این را دیدی؟ در آخر به خانه من در آمدند. به مکان محرمم. همه اتون خوابید. برای چی هستید؟ گپ زن پکس. تو برای چی هستی؟ شخصانی که این کار را کردن حتما میابیم. کار شده کنون؟ یابی چی می شود؟ نه یابی چی می شود؟ نگاه کن همه چیزمون معلوم می شود. ضربه آخران را زنیم گفتم. هر روز ضربه نو می خورم. هر روز در صحیفه های اول روزنامه ها در خانم جسد ها می برایند. به من چون به آدم مرده معامله می کنند. از دعوا معوا گذشتم. به نزدیکی لباس های تگمان در روزنامه ها می برایند. جناب کلانبهمون به بازار باید این سبب اندیشه نیست. چه خیلی که میگویند اجل سگ که رسید در دیوار مسجد میشاشد. اینها را هم اجلشان رسیده است. مینیک مگر ما یگان جایی به مسجد مانند داریم؟ گپ مسجد را با مثال هم به زبان نگیر. شما نمیفهمید که اینها از اجل و از مرگ نمیترسند. فهمیدید؟ مرا تحقیر میکنند. به مثل جین به خانه امان میدرآیند. بیایید و چقدر جسور بودنشان را با چشمانتان بینید. دیدی چقدر من به تو باوری داشتم. عاقبتش چی شد؟ انا احوال آدمی باوری ناکد. کشا خدایا خداوندا دهشت آور. خدایا
پلید؟ اکنون بگو مینیک، اندیشه کردن لازم یا نه؟ مثل گفته اتون بود است جناب. خانه اتون به خانه حزب الوحشت تبدیل یافته است. اگر زمین را کابیم احتمال دیگر جسد ها هم برآیند. این کاری غیر امکان. آدمان یلدیرای را میدارند، با شکنجه میکشند، بعد همراه جسد به اینجا میآرند. پاسبانها را کشته تا با اتاق خوابتان می آیند. بعد به یگان مانع از اینجا برآمده می روند. دهشت آور است، میفهمید؟ این اشاره هایتان را یک طرف گذارید. من تخمین کردم میتوانم که این کاری کیست. در اینجا لاتری بازی نمیکنه پیکاس. تخمین هایت را با خود گذار. به من شخصی کرده را یاب. سرش را نزدم گذار. من هم این سر را در پیشم گذاشته به چشمانش نگاه کنان خورا خورم. فهمیدی؟ به خاطر آوردم. این صحنه در یک فیلم بود. آدم اسبی دوست داشته ای دارد. سردار مافیا سر اسب را بریده به بالین آدم میگذارد، میترساند. چخیل میترسانند؟ یعنی در جای میخواستگیمون در وقتی خواستهمون میکشیم. چی سفسطه میگویی مینیک؟ چی سفسطه؟ حالا وقتی نقل فیلم است مگر؟ ببخشید جناب. مرحمت. لبای چی حال داره بزدل؟ لرزیدن دلت تمام شد؟ این را تو کردی همیشه. آیا کسی مثل من به تو نفرت دارد پسگار؟ قسم میخورم که دلت را کندم میپزم و با یک شیشه شراب با کیف شلب شلوب کردم میخورم. هر گونه گوشت را با شراب نمیخورند. حالا هم از ترس به خود نامده سفسطه ها میگویی پسگار. گشت کن بزدل پلید. از این پس تا مردنت ترسیده و لرزیده زندگی میکنی. در هر نفست مرا به خاطر میاری. فهمیدی؟ آن زبانت را کنده به سگها میدهم. در کوچه از پایت میشوم. در خانه تو را تعقیب میکنم. وقتی در جایگاه خوابیدنت به هیچ چیز صرفم نرفته میبینی که مغزی سرت پاش خورده است. ابله هنگامی از گلویت فواره زدن خونی حرامت به چشمان من مینگری بیسگار. دیوانه، وحشی، آدم خور. این سخنانت را همچون تعریف قبول میکنم. تو را هم مثل پدرت نیست میکنم. بیسگار، بیسگار، مرگت را انتظار شو بیسگار. وقتی دلخواه در جای دلخواه هم جانت را میگیرم بیسگار. یک بار نه 1000 بار میکشمت. 1000 بار. میفهمی؟ این حریف را میخواهم. جسد پر از سوراخ او را دیدن میخواهم. که را در نظر دارید جناب؟ کی میشد؟ یگیت را. این را او کرده است. جناب خود را محو کردید. استدیاری رسانم. روید دور استید. جناب حالتون خوب نیست. من دیاری رسانم. نمیخواهم. چرا از احتاج نمیبرایم پیکاس؟ چرا خلاص نمیشویم از یگیت؟ چرا از عهده یک کار نبرآمدید؟ به شما جسدش را میارم جناب. نه دیرتر از پگاه وعده میدهم میارم. فرانسوی ها رو هیچ نمیفهمم. این از کجا به سرت آمد؟ ندانم. شراب مرام میگو پیسگار. شراب از اونجا آمده است. فرانسوی را میدانی؟ نه. این خیلی باشد نفهمیدن طبیعی ثابت. این رو هیچ فکر نکرده بودم. یدید سری بریده این ملیکه به نظرم میآید. با تو با کیشک بازی کردن رو میفهمونم. بعد سری تو رو هم میگیرم.
الو لبای به شما کی لازم؟ الو با یگید گندوزال گپ میزنم. شاید گپ زنی اما از کی بودنی خودت وابسته است. من سانگول. نشناختم. کی گفتی؟ مخلصی دری نه اتون. با شما هدیه روان کردن میخواهم. سبب این علاقمندی را فهمیده میتوانم؟ شوهرم را کشتند. کلکتی من البته خیلی زیاد است ولی بو بخشی حالا هم نشناختمد. بهجت سری به خاطر آوردی؟ به خاطر آوردم. پرونده مرده‌اش را به اخلاق جای پرداخته بودیم. در این حال برای خانه‌دار شوی آدم درست یافتن مشکل البته. چیکار کنیم؟ من هم همین را گفتنی بودم. انسان را وقتی از همسرش جدا کردن باید احتیاط شد. خائنش هست، دروغگویش هست، جاسوسش هست. تو چه ها میگویی؟ چه ها میگویی؟ همسری پیشینت ملیکه در باغ اسکدر تو را انتظار است. در این خونه که بسیار انتظارش نکن. الو چی شد؟ کی زنگ زد؟ باز کسی از جانش سیر شده است. عزرائیل امری نو گرفته است به فکرم. کویست تو؟ تمام. کارمون تمام. این زن کجا رفت؟ چه دانم در باغ گفت. تمام. کسی نیست. عجبا این هدیه در کجا باشد؟ اگر دام باشه چی؟ دام بودنش به این هم معلوم. اگر نخواهی نبیا. نه اگر تو نترسی من هم نمیترسم. کو ببینیم؟ میبینیم. وای این چی جسارت. 2 نفر با چی باور کرده آمدند ها؟ تیارت؟ با دقت باشید. خاموش. در داخلش بمب باشه چی؟ در این حالت میترکیم و سلام. تو رو خراب نکند مرا هم نمیکند. و خدا اگر ترکت حالم خراب میشود. جسدم پاش خود در شکلش را ویران میکند. بسم الله. اینش باز چه؟ یک دقیقه. این سری کیست این خیله؟ این خیل رزیلی را کی میکند؟ عادتا با مانند ما بر این دیوانه ها میکنند. چی؟ گذار این رو ثابت. نمیخواهم. گذار در جایش. این زن رو میشناسی؟ نه زن با تلفن ملیکه گفته بود اما این با ملیکه علاقه ندارد. الو؟ زنی پیشینت را دیدن برایت خوب شد؟ بعد از مرگ به خود چندان اعتبار نداده است به فکرم. خیلی دیگرگون شده است. گپ رو کم کن. کمی بعد سری تو رو هم میگیرم. عجبا از تو با کی روان کنم؟ آنها در این جایند. سری من به کسی در کار نمی شود. برگشته به جایش فرستان. به صاحب نماند. راه گردید. بیا تیزتر رویم. تیزتر. کجا روانه اید؟ با شما شب نشینی خوردکه که میگذرانه. سلاح‌هایتان را پرتایید. به این طرف.
ҳадия маъқул шуд. ثابت تو این هدیه رو از دست نمیگذاری ها؟ با بهجت در کوه شناس شده بودیم. در حیاتم شخصی دوست داشته ترینم بود. همه چیزم بود. او رو از من گرفتی. پس در کوه شناس شده بودی؟ بله. معلوم رفتارش مثل حیوان بود. حالا معلوم شد که جای اصلیش کجا بوده است. معلوم که سر همسرت عقلت را به جایش نآورد. در این حال سری تو رو هم میبرم. یا اول سری رفیقت رو برم با کارد یا با تیغ. عجبا چخل برم. ای من آمدم. زود باشد موسیقی نوازید. چی بخیری نگاه کن ثابت. این خودش چی گپ؟ چی گپ؟ مدیرم زود رسیده آمدم. چقدر رسیدی خیری؟ مگر در حال بیا نگفتم؟ در حال به همین وقت راست میاد. به همین وقت. خیلی خوب آفرین به تو. در دقیقه آخرین گل زدی خیری. سلاحهای من را بیار اکنون ما با اینها چیکار میکنیم ها ثابت؟ مردها رو کشته با یگان جا میپرتایم. زن را باشد با مکانمان میبریم. در مسئله سربری تجربه نداشته است، با او میآموزیم. بله فکری خوب. اگر دلتون نشود من علاجش را مییابم ثابت. این با من معقول. پیش درآید زودتر. با کجا میبرید مرا؟ با کجا؟ شما حق نداره. با جای سربری راگر. رفتم. اوچه جان دادم درباره با ارزروم کوچیدن جدی میگویند؟ من چی دونم دخترم؟ با فکرم جدی. پدرت بیهوده گپ نمیزند. دیروز بیگو هم با شما چیزی نگفتند؟ چیزی نگفت. تمامی شب اوف پوف کرد چون مر میپیچی. خواستم پرسم اما چیزی نپرس گفت. یکون بار سردورم از راهش گشت. به خدا حیران شدم. چرا به ارزروم رفته نیست؟ با خدا من به هیچ کجا نمیروم. نشود من با اپیرانا در همین جا میستم. همین خیلی اپیرانا. جانکم این کارو تو حال نمیکنی، فهمیدی؟ تو پدر و مادر داری که این کارو اونها میدونند. وگرنه البته با خدا دادم با کجا روان من هم با همونجا. با ارزروم هم میروم، استرالیا هم میروم. دادم کجا روان من هم با اون میروم. تو خاموش است. این خیلی باشد تو با کجای خواهی رفت. من به هیچ کجا نمیروم، فهمیدی؟ خودش میدوند. به این هم تمامی شب خواب نرفت. خاموش باشید بچه ها، پدرتون میشنود. در ارزروم چیکار میکنیم اوچه جان؟ همه چیزهایمون در اینجا. صبح بخیر به همه. صبح بخیر نجیب. صبح بخیر سردارم. و شما ملکه نوربانو. خوش آمدیم امدو. خوش باشید. سردارم دیروز یک شوخی کرده در فکر موندیم. چی شوخی کردم؟ با ارزروم میرویم گفتید. این شوخی نیست. اکنون در استانبول کاری نداریم. چی خیلی نداریم دادا؟ مکتبمون، رفیقانمون، خونهمون در اینجا. دخترم با پدرت چه خیلی گپ میزنی؟ این خیلی گپ زدن به تو نمیزه بد نوربانو. آقای نجیب شما خوب فکر کردید؟ نجیب مهنتی اینقدر سالها کرده با چی مشکلی ها به این روزها رسیدیم. مکتب کودکان، دوستان، رفیقان، همه چیزمون در اینجا. در یک روز همه را پرتافته می روی. در اونجا هم خانه و در هست هنر خانم. گپ همین. همه چیز رو جمع کرده می رویم. تمام. بار دیگر در این موضوع سخن گفتن حاجت ندارد. من به ارزروم نمیروم دادا. شما با کجای خواهید روید؟ نوربانو در جایت چین. قبر ملکه مگر اینجا نبود؟ بله همینجا بود. پس چرا بعد کندن آنها اینجا مرده بیگانه برآمده است ثابت؟ ندانم، شاید خطا شده باشد. چه خیلی خطا می شود ثابت؟ از مرده خانه من گرفتم، من دیدم، من گور کردم. شما هم مگر اینجا نبودید؟ مدیرم میدونید من خیلی ترسیدم. جای ترس نیست. ممکن در جسد خانه عوض شده باشد. من چی دانم، شاید دیگر کار شده است. خیری نوار ایلدیرای تیار است؟ ها تیار است مدیرم. تو فورا آن را به نجیب تر دار رسان. فورا. خوب مدیرم. ما هم به مرده خانه رفته گفتگو میکنیم. رفتیم. دخترم تو با اتاقت برابر گپ میزنی. نمیروم. هنر پس
نوربانو جانکم آرام شو. ایستاده فکری به طوری کوه بر اومدن از کجا آمده ده؟ نوربانو چی گفتند رو خودت فهمیده ایستاده یا نه؟ جای تاریک و گفتند خاک تولد شده ای پدرم. کوه هم از خدا، وادی ها هم از خدا. زیاد از حد نگذران. نوربانو آخر ما در اینجا زندگی داریم و مثل اشو برای چی به اینجا و به آنجا رویم؟ رفیقانم چی میشوند؟ در آنجا هم رفیق مییابی دخترم. یگانه عائله مکان عوض کردگی مون نیستیم کو. اوچه شما با کجای خواهید رفتن گیرید؟ من به هیچ کجا نمیروم. ما پوده نیستیم که شما با کجای بردن گیرید ما رفتن گیرید. دادا هم کارش رو نتوانست گفته. از دستتون همین کار می آید. نوربانو دخترم یک دقیقه. نجیب التماس. نوربانو دخترم. نوربانو 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 التماس کشو. نوربانو دخترم در رو کشو. نوربانو ببین همه رو زیق کردی. در رو کشو آخر کشو. مرا تنها گذارید روید کسی رو نمیخواهم. نوربانو دخترم. من این جسد خانه رو هیچ نفهمیدم. برای چی؟ من همه وقت مرگ رو واجب میدانستم. حتی از یک جهت مرگ زیباست. از تشویش دنیا خلاص میشوی. اما اینجا این خیلی نیست. خیلی خنک و دلگیر. طبع انسان خیره میشود. ببخش برادر گوش کن. ما یک چیز را پرسیدن میخوایم. از اینجا شخصی را برده دفن کرده بودیم اما جسد در جای دفن کرده امان نیست. چی خیر؟ در آنجا نبودنش را از کجا میدونید؟ سوال خوب. تشخیص دینکا. یک سنجش دینکا کردنمان لازم، البته با قراری سود. یا خدا. خوب نامش رو چی گفتید؟ ملکه سویلو. مرحمت یک جای قدها رو میبینیم. من چیکار کردم؟ خدایا این خیلی نمیشود سردارم. خشم یک لحظه ای نه. خشمی از جای خسته دیگر نمیشیند میمدو. کاش دستانم میشکست و نمیزدم. دخترم التماس کشو. اوچه جان التماس روید از اینجا. نوربانو جان در رو یک دقیقه کشو. من تنها میدرویم. افایرانو التماس. دادا غم نخورید. دادا خودتون با او گپ زنید. شما روید. بین دخترم گذروندی. بیو بس کن اکنون. درو نمیکشوید اکای نجیب. اپا بین دادم اومد. در رو کشو. هیچ زحمت نکشید. با کسی گپ نمیزنم. مرا تنها گذارید. اکای عثمان تو در کجا میگردی ها؟ رخصتی بر اومده اینجا همه چیز تگرو شد. چی شد؟ اکا جان نگاه کن. جنابان نفره را دفن کردند اما خطاگی شده است. نامش ملکه سویلو بوده است. این سویست من میبینم. بیا اکا جان. یا خدایا. چی شد؟ در اینجا نام ملکه شانسای گفتنی جسدی هم هست. با فکرم کمی خطا شده است. شما مسخره میکنید برادر. انسان جسد رو چی خیلی خطا میکند؟ برادر این خیلی چیزها در حیات شما یک بار شود، در ما هر ماه میشود. امک این عذرخواهی شما بدتر از گناه است. دیگرش در کجا دفن کرده شده است مگر در اینجا نمی نویسند؟ برادر اینجا قبرستان نیست کو. اینجا مرد رفته از حکومت پرسید.
رفتیم میگید اینجا کمی دیگر مانیم در جسدخانه جای خالی نمیماند. درست گفتی ثابت، عیناً همین خیل. خوش باشد. دخترم، جانم، مرا ببخش. یک لحظه خود را اداره کردن نتوانستم. من هم انسانم، میتوانم خطا کنم آخر. دخترم، تو میدانی که من تو را دوست میدارم. بیا با آغوش گیرمت. من عذر میخواهم. بیا کشو در آشتی کنیم. تو امروز از گفته هایتون نبر اومدم. چیزی گفتت کردم. هیچ گوش شما رو شرمنده نکردم. میدانم دخترم، شرمنده نکردی. بایواز از سزای همین داده. ببین، بعضا هممون در این زندگی به ناحق گرفتار میشویم. کوشش های ما رو نمیبینند. باور کن این به هر یک انسان رخ میدهد. بیا برو گپ زنیم. نمیبرایم دادا، التماس روید. گپ میزدیم خوب میشد، اما باز خودت میدانی. رفتیم. با اینقدر فشار نآوریم کمی تنها ماند. غمگین نشو نجیب، آخر تو پدرش هستی. نوربانو خطای چاره که من با پدرم کرده رو نکرده است، اما پدرم مرا یگان مراتبه نزده است. ولی کاری کرده مرا ببین. رفتیم. همینجا بود است. بله که از شوبه مزارها فهمیدیم. این قبر ملک شنسوی. تا نبینم دلم آرام نمیگیرد. مرحمت کنید. شما کیستید؟ چی کار میکنید؟ ببخشید خاله. قبری دخترم رو برای چی میکنید؟ اینجا هفته گذشته وفات کرده بود. قبری دخترم در همین جا. نکابید. ببخشید خاله، اینجا خطایی شده است. ما در اینجا قبری شناسیم. تعزیه ما رو قبول کنید خاله جان. با ما صحبان اینجا رو نشان دادن. بیزابیده کردیم. ببخشید خاله جان. شما هم اطمینان کنید. نمیگوشوی مگر به این زن چی میگویی؟ دخترت اینجا نیست میگویی؟ در قبر دیگر بود و از آنجا برآورده سرش را بریدن گویی؟ ما دردش را دوچند نکنیم ثابت. درست. ملکه چی؟ وای به این هم مرد رفت.
چی فرق دارد که در کجا خواب است؟ به این هم در زیر خاک جای مقام و زیبایی و باییگری نیست ثابت. بیا رفتیم. خاله تکرارا تعزیه ما را قبول فرمایید. در پناه خدا. مرا برای چی جیغ زدید؟ چی گپ شد؟ رفیق یک لفافه آورده است. این برای کیست؟ نجیب ایلماز. باز یک نوشتجات دیگر هم هست برایش. مسئله خیلی فوری و حیاتی بوده است. خدایا چی بوده است مسئله اینقدر مهم؟ کنیستو؟ سردارم من حقان با شما لفافه آمده است. باز نوشتجاتی هست. مسئله بسیار مهم. برای همین زنگ می‌زنم. از کی آمده است؟ نمیدانم سردارم. خوب ما در حال میآییم. چی میگوید سردارم؟ لفافه آمده است. رفته یک بینیم. هنر خانم ما میبرایم. شما هم آهسته آهسته آمادگی را سر کنید. من برای بردن اشیاها ماشین جیغ میزنم. شما هم آهسته آهسته آمادگی را سر کنید. اکای نجیب در مسئله ارزروم جدی میگفتند، شوخی نبوده است. نه او از گپش نمیگردد، کوشی هم نمیگردد. من فعل شوهرم رو نمیدونم مگر. پیش از این همین خیل شده بود. آن وقت برمیگردم نگفته بودند. به فکرم مسئله کار سبب نیست، تابش از دیگر چیز خیره است. ببخشید دادا، اما من به ارزروم نمیروم. به من روید. نوربانو هم حق است. اون جایها برایش تماما ناشناس. همه یار و دوستانش در اینجا میمونند. برای او هم آسان نیست. حالا از سری نو دوست یافتن خیلی مشکل است. ناز نکند ده، خواهد نخواهد میرود. تو خب کن، به هر آش قطیق نشم. الو سودا، یک ساعت بعد در جای همیشگی وام میخوریم. ایلش هیچ گپ نیست، بعد از نزدیک گپ میزنیم. خوش آمدید. خوش باشید. نجیب سردار آمد. خوش آمدید سردارم. خوش آمدید. خوش باش آقام. انا همان لفافه. آخ خدایا اینش چی باشد؟ سلام نجیب سردار. لیفافه را گرفتید؟ بله، از درونش تنها یک سیدی بر اومد. کنی ببینیم در درونش چیست. مرحمت. نوربانو ببین، به تو خوراک آوردم. کمی خوراک خور دخترم.
مانید او را مجبور نکنید. خوراک رو اینجا میگذاریم. خوراکت را اینجا میگذارم. خدا جانی مهربان، این چیز به سرمون آمد. تو بزرگی یا رب. رفتیم نگاه کن نوربانو، خوراکت در اینجا. اول در دولاب دارم. این شخص هتل اسماعیل است. البته با فرمان پیکاس. با آنها پول را دادم. یک چند سلاح ساخته یافتم. پیشکی با خبرنگاران گپ زنان کرده بودیم. وقتی پراندن به نوار می گرفتند. این CD را کی فرستاند؟ همه پول را دادم. سلاح نمیدانم از کی بودند. نمیدانم جناب دادستان. پول را به آنها دادم. در نزد پیکاس یک ادوکات و دو مفتش وزارت بود. شنیدید جناب دادستان؟ فیلمی اساسی اکنون سر می شود. در نزد پیکاس یک ادوکات و دو مفتش وزارت بودند. اول سرداری امنیت مسئولان بخطری او را به دام افتاندند. ادوکات باید شخصی را از تیرزه می پرتافت. انا اعتراف کرد پینامور. بابای این CD را کسی فرستانده باشد خدا از او راضی شود. پیکاس پسی پرده می ایستاده سردارم. دام بودنش معلوم بود. پسی پرده پیکاس بوده سردارم. به این هم معلوم بود. مبارک شود سردارم. این را به تو کی گفت؟ به نزدیکی با وظیفه‌تون برمیگردید. تو این را دلیل میشماری؟ خوش آمده سرکمیسر. همینجاست در داخل. ممدو. سردارم چی شد؟ دلیل پیدا شد. چرا تابتون خیره؟ این دلیل ملیل نیست. آخر او قایل شد. مفتشان که آمدن ادوکات از تیرزه میپرتاید گفت چی خیلی دلیل نیست. حقان سرسته نگو. یگان کس را اینقدر زنی سوی قصد لیلین را هم به گردن میگیرد. با او شکنجه کردند، زدند. کی روان کرده است معلوم نیست. اگر گفته‌هایش درست برای چی؟ جناب دادستان، گفته‌هایش درست هم باشد اثبات کردن مشکل. از این یگان نتیجه به دست نخواهد آمد جناب دادستان. من به شما چیزی ناموختم اگر مندو. ما با شکنجه کردن ایبدار شدیم. باز به امید گفته‌های شخصی شکنجه دیده شویم. این کس چیزی که گوید چی کاری که نکند. سودیا این شخص گناهگار گوید هم او بیگناه است. برای من هم همین خیل. اما سردارم این نامرد شما را از ما جدا کردنیاند. کسی او را زده باشد دستانش درد را نبیند. من تمام عمرم با قانونشکنها ضد بودم. با جدول کج خط راست کشیدن نمی شود گفتم. کاری خطا در همه حالت کاری خطاست. فایده آورد حقوق گفته او، فایده نآورد این دلیل می گفتگی آدم نیستم من. دلیل است سردارم. چرا این خیل میگوید؟ چرا جدی نمیگیری؟ نگاه کن آقان، این سخنان جدی نیست. سردارم ببخشید، ما برای دوست داشتنمون میگوییم، دیگر نیتی نداریم. من را ببخشیم دو، اما اگر این خیل باشد تو دوستداری را هم نمیدانی. نجیب سردار یک دقیقه. مرحبا. شما حقید. این CD دلیل شده نمیتواند، اما ناامید شدن هم لازم نیست. دام بودن این به همه ما معلوم است. البته میفهمم. اینطور باشد شما چرا ما را در نیمه راه میمانید؟ التماس جناب دادستان، از برای خدا من شما را در نیمه راه نماندم. 1 سال می شود یک جاییم. ندیدم. اینقدر کار کردیم، سر در کرسی کار کردیم. بعد چی شد؟ در کرسی بوده ها سرمان را گرفتن. باز در فرصت اولین نجیب کارمند بهترین امنیت بود، پشت و پناه دولت بود. چی شد؟ از شما میپرسم جناب دادستان چی شد؟ همه گپایتان حق است. این وضعیت به همه همون دخل دارد. این جوابی آن که تا امروز کاری حلال کردیم، ما باید از روی قانون عمل کرده مانع ها را پس سر کنیم.
شخصی عاشق کرسی بوده برای مرا به دهان اژدها پرتافتن فرصت میپاییده است. علم آورشان امین. از شانه هم خنجر خوردم جناب دادستان، از پشتم. مرا این محو میکند، مرا این تمام میکند. خدایا رنا او حالا هم نگرفته از خوراک را. دخترم استید نوربانو در اقشو بس اکنون. نوربانو 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 دخترم کی برآمده است از زوتا کی؟ نوربانو تو در کجایی؟ دخترم قهرم را نبیار. در کجایی؟ او در هیچ کجا نیست، رفت است. با کجا می رود رنا؟ سفزده نگوی. رفت است، نیست. بسرمون آمده را بین. در کجا می رود این دختر؟ باورم نمی آید. دادم تو این دم آوازش رو بلند نکرده بود، ناگهان مرا زد. نجیب مگ رو هم دردش بسیار. این خیلی چیزا میشوند. چرا اینقدر مسئله رو کلان کردی؟ ای به ارزرو میرویم سوده. شوخی است مگر؟ در همه کار خیری هست، خواطر نشو. آنها روند رفتن گیرند، من نمیروم. سفسطه نگو نوربانو. نرفته چیکار میکنی؟ آنها عائلت هستند آخر. ای میدونم. تو دوگانه نزدیکترینم نیستی مگر؟ هستم. این خیلی باشه چرا مرا دستگیری نمیکنی؟ میکنم و چه خیل؟ خیر این بگاه به خونه ما اومدی بعد؟ نمیدونم. میوبم یک اونجا. بهترین فیلم تو دخترها رو بین. دخترها سلام. اینجا تنها چیکار میکنید؟ بیاید با ما میرویم. گم شو از اینجا. دخترها بس کن نوربانو اینجا بیا. رفتیم این دخترها دیوونه بودن. نفهمیدم. من هم نفهمیدم. باز هم نروید میگویم. کمبودی ها جای داشته باشند. به هر حال دولتی ماست. اینش درست، اما دولت فرصت ندهد به زور وظیفه اجرا کردن نمی شود. برای همین پگاه به زادگاه هم برمیگردم. اکنون دعوا را شما میبرید. من نباشم ممدو هست، ممدو نباشد نیازی است. همه شعر بچه های من. مانت سردارم، همه همون جمع شویم هم ناخونتو نمیبرم. این خیلی نگوید. همه همون یک خیلی ماخر. رفتیم. سردارم، شما در اینجا چکار میکنید؟ با وظیفه برگشتنتان را شنیده برای تبریک کردن آمدیم. خطا فهمیدید. سردارم یک دقیقه چرا شما با وظیفه برنگشتید؟ چی شد؟ یا برای من یکان خوبی فکر کردی؟ نه البته. تو بگانه نیستی. یک شخصی با عقل یک CD روان کرده است. شخصی گرفتار شکنجه با من تهمت کردنش را اعتراف کرده است. این بسیار خوب است. چیش کو بگید؟ امروز یکمین بار دخترم را که از جانم زیادتر دوستش می‌دارم شلاق زدم. از درونم پاره کنده شد. یگی میفهمم سردارم. چیکار کنیم که در حیات این گونه حالت ها میشوند؟ تنها یک شلاق. اما در بیرون ظالمانی هستند که آدم ها را دزدیده شکنجه میکنند، به طور خواستشون بسته میزنند. باز اینها بینای کورند، خیال میکنند که خوبی کردند. خوبی را هر کس هر خیل میفهمد سردارم. بعضی ها مکتب، دیگرشان مسجد میسازند. سیومی باشد شکنجه. تو مرا دوست می‌داری؟ البته سردارم، البته دوست می‌دارم. از این پس از شخصانی مرا دوست داشته یک خواهش دارم. تو هم بدان. چه خواهش سردارم؟ بعضی ها خسته با نیت خوبی گناه میکنند، بعد از این گناه ها از شانه هم تیغ میزنند. یگید من دردش رو میکشم و کسی پروا ندارد. برای همین تنها یک خواهش دارم. کسی که مرا دوست می‌دارد با من خوبی نکند. ممدو یک دقیقه.
گوش میکنم جناب دادستان. نجیب نمیخواهد، اما ما این کار را نباید اینطور مانیم. آن اتکت را هم پرسجو کن کی بودنش را فهم. اطاعت جناب دادستان. لبای زنک نجیب نوربانو نیست. چه نیست؟ نمیدونم، پنهانی برآمده رفته است. تلفنش هم جواب نمیدهد. خوب، من در حال میآیم. تگ میزها را دیدید؟ دیدن جناب. حاجت خانه و حمام را چی؟ لازم شود به درون قبرها نگاه کنید. آزیرال تو نظارت کن، حجت های اینها را هم گیرید، سنجید. جناب آرام شوید. چه خیلی آرام شوم؟ از جای خوابی تو جسد نبر آمده است. آدم ها را به کتابخانه ببر. جناب خبری خوش دارم. بگو. احتیاج کلانترین امین است. مرحمت. خانه عنکبوت. این چیست؟ هیچ چیز رو نفهمیدم. مرکز ایکته، مغاک ایگیت. سین سالم 25. رنگ چشمم چخل بود؟ قهوه رنگ بیرنگ، کبودی سبزتاب. شبها باشد علام می شود. تماما رنگ دیگر می گیرد. شغلم لیژرونی، تنیس، تئاتر، بخیر است خیری؟ کار علمی میکنی مگر؟ بله وای مدیرم حسابات разведка رو میدیدم. ناگهان این تریزه کشاده شد و پوشیده نتوانستم. همین خیلی کارها مدیرم. یعنی لیژرانی را میدانی؟ در کجا آموخته؟ در کوههای شویتزاریا؟ نه در نزدیکی باغ کودکان است. در آنجا آموخته است. خیری گوش کن، مغز نبودت را پاش میدیم خیری. عقل نبودت را گم میکنم. سانگل کجاست؟ در درون است. در درون مدیرم. خوب در نبودن ما خانم یگان به عقلی نکردند؟ کمی داد و فیغان کردم اما حال کردم. من در حیاتم این داد و فیغانی زنها را هیچ نفهمیدم. تا امروز چی فایده کرده باشم؟ گوش کن، حاضر به ما همه معلومات های میدان سطح را روشن و واضح میفهمانی. به زنها شکنجه کردن آیین ما نیست. همینطور نیست ثابت؟ با خدا که من این خیل آیین ندارم. اکی ثابت، از این پس هم آیین و مرام ما و تو یک ثابت.
یکیست. چقدر میجستیم نهایت یافتیم جایشان را. همین شب، خود همین شب کارشان را تمام کنید. خیلی زیادند. بسیارشان جنگاورانی تعلیم گرفته، اما ما بسیارتریم. چی شد؟ چی شد ترسیدی؟ نگاه کن بکس. همه وقت نزدم با این خیل نقشه ها می آیی. این سفر کله یگیت را می خواهم، کله یگیت را. سرش را به شما در لعلی طلایی می آورم، خواطر نشوید. حتی امروز تیاریم. نگاه کنید. در پایان لشکری خردی تعلیم گرفته ایستاده است. همه‌شان از شرکت‌های بی‌خطری همان جدا شدند. این سفر یگیت فرصتی ندارد. خیلی خوب، خیلی خوب. با فکرم برای شب نشینی کردن تیاری دیدن لازم. خب یک چیز رو پرسم. از دیروز باز از سنگل خبری نیست؟ او هم به دستی یگیت افتاده باشد. این خیل باشد خیلی بد. نقشه افتاب سوزانه من برباد می رود. نه نمی رود. من تعقیب می کنم. به سیم گفتنی ابله را یافتم. به او آدم فرستادم. دستوری لازمه را دادم. امشب اجرا می کنم. خیلی خوب. یگان خبری هست نندو؟ نه سردارم. بعد بونگه ها یک سپارش دادم. هنوز خبری نیست. اگر خبرشو نمی به من زنگ بزن. خوب؟ خوب سردارم. از هر چند بار زنگ زدم نمی بردارد. نجیب نشسته خبر انتظار می شوید. چکار کنم زنک؟ چخیل ندیدید؟ آخر چخیل ندیدید؟ چخیل نشونیدید از خانه برآمدنش رو؟ نه من به شما حیران میشم. من به شما حیران میشم. او یکون دوگانه نزدیک ندارد؟ هست سودا دوگانه نزدیکش. زنگ زدم او هم دست نورس است. البته نشانیش هم نیست. من خونه شونو میدونم. یک بار با آپم رفته بودیم. باشه بیا در حال میرویم. زنه کلید ماشین. کلید ماشین میگفتم اکنون ماشین نداریم کو. خدایا کی نجیب ماشین من رو گیرید. مرحمت. تشکر انا. بیا رفتیم. نجیب دخترمون رو یو. خوب میترسم به او حادثه رخ ندهد. خوب زنک انشالله میابم. درون در خونو که انتظار نشون. بیا پسرم. ساعت چند شد؟ هوا تاریک شد. حالا هم در کوچه ایم. بیا میرویم. با کجا؟ با خونه ما. نمیشود داده ما رو اونجا میابد. این خیل باشه چیکار میکنی؟ در کوچه میمونی. با من فشار نیار. نمیدونم اخیر. رفتیم خونه ما. گفتم کن نمیروم. چرا نمیروی؟ بسیار خطا کردم که از تو یاری پرسیدم. چی شد نوربانو؟ برای در کوچه ماندن اجازت ندادم. گفته خشمگین شدی. التماس حادثه رخ نداده بیا به خونه میرویم. تو رفت من نمیروم. خودت میدانی. انشالله پشیمان میشوی. رفت اکنون مرا تنها گذار. تشکیلات ما را تعقیب میکند. امروز از اداره بالایی وظیفه‌داری آمد. اگر این عملیات را خوب انجام دهیم از نام تمام خلق کرد قدمی مهمی میشود. فهمیدی؟ فهمیدم. حالا نقشه‌مون چیست اکا؟ автобуси давлатиро месӯзонем. Ман сари роҳашро мегирам. Якум ҳамларо ман мекунам. баъд ту. мусофирон чӣ? Инаш кори мо не. наҷот ёфтааш наҷот меёбад. дигараш бошад бо автобус хокистар мешавад. ҳам интиқоми бародаронро мегирам, ҳам аз номи ташкилот, аз номи Курдистони озод як амалиёт мешавад. макон маълум аст? каткой дар ҷои серодамтарин дар байни роҳ. ҳаминҷо писарам. ҳа дада. марҳамат. ман наҷиб илмас. дар хотир дошта бошед падари дугонаи суда нурбонуам. дар хотир ҳаст. бахайр аст ҷаноби наҷиб. бо нурбону имрӯз гапамон дар хона каме гурехт. аз ман қаҳр кард.
به خانه نآمده است. با تلفنش هم جواب نمیدهد. گفتم ممکن با سوده باشد. به خدا سوده هم نآمده است. زنگ زدم در راه بوده است. به من چیزی نگفت. میفهمم. ببخشید ناراحت کردم. آنه سوده هم آمد. اماکی نجیب. سلام سوده. من برای پرسیدن نوربانو آمده بودم. دخترم همراه بودید؟ جناب نجیب خواطر شده است. وای امروز همراه بودیم. حالا کجاست؟ حالا در کتکوی بود در ساحل. به خانه دعوت کردم نآمد. جنجال کردیم کمتر. ما رو به اونجا میبری؟ البته میبرد. رو دخترم. تشکر. بیا رفتیم. اینجا چیکار میکنید؟ در نظرتون چیست؟ این به تو دخل ندارد. درباره اتوبوس چیزی میگفتید؟ رو از اینجا. کاری تو چی کاری که خواهیم میکنیم؟ پسرم جانم ایستید. بازگون دیوانگی نکنید. آدمون رو با یکدیگر جنگ ناندازید. تو کاردار نشو. همه وقت همین خیل پایمال شویم. به ملت و به جای به وطن زندگی کنیم. بیا رفتیم. پسرم نرو. التجا میکنم نرو. پسرم نرو. پسرم نرو. به هیچ کجا نمیروی. نمیمانم. شیرم رو حلال نمیکنم. نکن 10 کیلو شیر خورانده ای. آن را هم برمیگردانم. خاطر نشو. و سر ما چیزی آمده باشد برای تو بر این ترسان چکا آمده است. دیه های ما رو ویران کردن. خانه های ما رو ویران کردن. پسرم پسر کردی کو. بیا میرویم. حالا خلق جمع میشود. پسرم همین طرف؟ بله به این طرف. در اینجا پنهان کرده بودم. بسیم نبیند گفته. نجیب یلمز انا این. به خونه تو رو گفتم گوش نکرد. به خونه ما رویم گفتم. این رو هم قبول نکرد. ما رو ببخشید اماکی نجیب. کاش که از اول خبر میدادم. هیچ غم نه دخترم. نجیب یلمز. اکای نجیب منم زاهیده. مادر بسیم. به خاطر آوردید؟ البته باید آوردم. چی شد زاهیده خانم؟ بسیم کور شود باز چیکار کرده ایستاده است. با رفیقانش جمع شده رفتن. با کسی ضرر نرساند گفته میترسم. چیکار کردنشون میدانی؟ در دستشون شیشه ها بودند. اتوبوس میگفتند. خوب من همان از پسش میشوم. تو خاطر نشو. برای زنگ زدن تشکر زاهیده خانم. تشکر. حالا نرسیدیم؟ انا در اونجا بودیم اماکی نجیب. چی شد دادا؟ نپرس پسرم هیچ نپرس. بیا. کجا روم؟ خیلی دیر شد. در خونه هم خواطر شدند. رفتیم. خوب ممدو. تو با بسیم سر و کار بگیر. تشکیلات را یک بینید. تستر باشید. و فکرم اتوبوس را آتش زدنی است. بله من هم نوربانو را میکابم. میبینم انا با سوده او را کافته ایستاده ایم. خوب تا دیدن. نیست رفته است. انیق در اینجا بود. بله قریب 1 ساعت پیش در اینجا بودیم. اوه کجا شده دخترم؟ در خاطر دارم که شوهرت هم به مثل تو در این کرسی نشسته بود. او هم اول گپ نمیزنم گفته بود. بعدی اندکی رفیق شدیم. البته بعدی لطوکوبی یکشن ساعته. من شما را دوست داشتم گفت. همه چیز را نقل میکنم.
در حیات دیگر خیانت نمیکنم گفته بود. اما عمرش وفا نکرد. ناگاه دیدیم که خونشار شده در زمین خوابیده است. نابکاران جوابش را میدهید. اما این خیل گپ زنی ما دوست شده نمیتوانیم. نه من این خانم را بسیار دوست داشتم. حالا سانگل خانم گفتم فهمیده؟ در داخل تمام این کارها شخص میانه را بودنت را میدانیم. با تو چنین توصیه میدهم تمام دانست را به ما یک نقل کن، وگرنه با تو هم رفیق میشویم. با ما رفیق شدگان عمری زیاد نمیبینم. باید خاطر رسان کنم. من هم میدونم که در دولت به انقلاب هیچ چیز به دست نمیآید. من هم باوری دارم که این خیل گپ زنی از اینجا سالم نمیبرایی. قصه های انقلابت را مارکسیست های کهنه حالا دلاریست شدن. خبر نداری؟ 30 سال شد که پدران انقلابگرایت در این دولت خونریزی میکنند. انقلاب شما به این خلق لازم نیست. میفهمی؟ بلو فهمیدی؟ حالا گپ را دراز نکرده به سری سوی قصد محمود ترک بیا زودتر. در اصل کی بودن و چی وظیفه داشتنم را آموختید. اما من تنها یک شخصی میانه روم. برای همین همه جواب ها رو از من انتظار نشوید. از تو انتظار نشویم پس از کی انتظار شویم؟ جواب این سوال در درون تشکیلات با نام بروقت نشینی در ترکیه است. این باز چگونه تشکیلات است؟ به مثل خوشه های انگور، به شکل حلقه های درون به درون. مثلا من تنها پیکاس را میدانم. وظیفه سوی قصد محمود ترک را به گروه ما او داد. با سوی قصد محمود ترک؟ شما چی مقصد داشتید؟ سوی قصد محمود ترک اگر انجام یافت، از دیارباقر تا مردین جنازه‌ای که میلیون ها اشتراک میکردند، منطقه جنوب و شرقی که سالها در حسرت آزادیش بودیم پرخون میشد. در یک وقت دیگر لیدران سیاسی ملی به قتل رسانیده شده. از یازگرد تا چنکله ترک‌ها به کردها هجوم میکنند و جنگی داخلی سر میزند. همینطور خون و اشک ریخته میشود. واقعه های کلان تاریخی تنها با خون و اشک میشوند. این قاعده اساسی انقلاب است. محمود ترک برای برادری ابدی خلقهای کرد و ترک یک قهرمان انقلاب میشود. حتی هیکلش را میگذاشتند. دمت را گیر. تو درباره کدام برادری گپ بزنی ها؟ کدام برادری؟ تمام دردتان حکومت را سرنگون کرده، شورش برداشته، در بین بیسر و سامانی ها تشکیل داده. برای سردارانتان فرصت و امکانیت قاچاق مواد مخدر و نفت فراهم آوردن است. همینطور نه؟ همچون یک انقلابچی کرد من به این حکومت کهنه فکر زیدم. برای رفتن کهنه فکران با تمام نوفکران درونه و بیرونه همکاری کردن. به عقیده های انقلابی ما ضد نیست. اما کدام انقلاب؟ نقشه های حرکت انقلاب رو بین. هواپیما را افتاندن، پیشوایان سیاسی کرد و ترک را کشتن، انا بعد ترک و کرد را با یکدیگر جنگ انداختن. با نقشه قفس شیعه ها را با سنی ها و سنی ها را با شیعه ها جنگ انداخته انقلابی عالی جناب تشکیل میکنید. همین خیلی نه؟ من با قفس علاقه ندارم. چرا دروغ میگویی؟ سانگل به همه رذالت دست میزنی، بعد علاقه ندارم میگویی. این خیل نمیشود سانگل. میشود مادامی که به شما شهید راه انقلاب لازم، تو از محمودی ترکی لایق تری. این خیل باشد زنها با پیش میگوییم، با پیش. احسن به شما، آفرین جناب ثابت. شما در حقیقت جوانمرد بودید. تشکر جناب ایگی. شما هم در حقیقت دیوانه بودید. ایستید نکنید نپرانید التجا میکنم. برای چی باشد مزه تنور سپاهی را دیگر در هیچ جا نمیابم. به این گوشت بینگر مانندی علف گوشت را به بالای بنگل میگذاری. این
کتاب میدی همه جا را بوی گوشتی پخته میگیرد. انا این است مزه کباب. نوشی جان سردارم. کودهانت را کشا. قیماق هم میخواهی؟ البته. گیر اینجا هست. شب کارمان مشکل. بیکت حمله میکنیم، کله میبریم. نوربانو 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 دخترم چیدته؟ ببخشید با دیگر کس مانم کردم. توبه کردمی. دادا مرا میکوبند. ولو میبینی سوده از اینجا رفتنم در کار. اتوبوس سر میکنیم. فهمون. نوربانو کجا رفته باشد امکی نجیب؟ نمیدونم. این چی کاری کرده نوربانو؟ ما گفتم میشینی. دیدی چه خسیه توپ زده ایم؟ آکا این آدم بازیگران رو اداره کرده نمیتواند. من نمیفهمم. چرا نفهمیدی؟ بازیگر کارنوشه هم بازی کرده نتواند. چه خیلی رو میفروشند. فروخته که نتوانستند مجبور است بازی کند. چه خیلی که باشد زودتر از اینجا میرفتیم. با تروریستان یاری رساندی. تهمت. با خیانت وطن تو را عیبدار میدانیم. جزایت را معین کردیم. اعدام. ایستید. التجا میکنم ایستید. سخن آخرینت. مرا نکشید. التماس ایستید. التجا میکنم قربانتان شوم. ایستید نکشید. رحم کنید. التجا میکنم. رحم کنید. نکشید مرا. نکشید. اینها که هایند اکا؟ پیکاس ما را احاطه میکنند. مدیرم میگید اکا حسابید. مدیرم پیکاس به ما هجوم میکند. اونها خیلی زیادند. همه سلاح گیرد زودتر. من با 2 نفر از طرف پیش میگذرم. چه خیلی یافتند. حالا وقتی سوار است مگر. زودتر اندکی بعد میدرآیند. اوه با اینجا می آید. هر دیاتان از ماشین فرایید.
сода алперенро нигоҳ кун. майлаша макинаҷиб. ё худоё дадаам ба ин тараф меояд. ронанда куҷо шудӣ? тоқатам тоқ шуд меравем ё не? дар ҳамин хунукӣ мешинем. соат чанд шуд дер мемонем, рафтан дар кун. автобус кай ба роҳ мебарояд? дадам ба куҷо меравад? намедонам. нам худ ин қадар дер кунем. ман ба ин ронандаҳо ҳайрон. боз киро нигоҳ мекунам? ман аз куҷо дорам доим инҳо ҳамин хел мекунанд. худоё тавба. شما آنجا استید. Nurbanı! Herkules'im tut boş! Daha kıybra!